اشعار مولانا. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه، گفت یا خواب است یا باده است یا افسانه. گفتمش احوال عمرم را بگو تا عمر چیست؟ گفت یا برقی است یا شمعی است یا پروانه. گفتمش اینها که می بینی چرا دل بستند؟ گفت یا خوابند یا مستند یا دیوانه.